احتمالاً به هیچ جاتون هم نباشه، اما امروز میخوام در مورد یه زیبای خفته صحبت کنم که این روزا تصاویر خوشگلش مورد توجه بسیاری از کاربرا تو فضای مجازی قرار گرفته. بله، آقای محمود احمدی نژاد که سالهاست از صحنه سیاسی ایران دور شده بوده، یعنی یه جورایی تو بازی راش نمیدادن. اخیراً با حضورش تو بهشت زهرا دوباره وایرال شده و عکساش مورد توجه قرار گرفته. اگه دوست دارید دلیل این تغییر چهره رو بدونید، حتما با ما همراه باشید. دوستان عزیز سلام، به کانال من خوش اومدید. با یک ویدیوی حاشیه‌ای دیگه در خدمتتون هستم، این بار با تغییر وضعیت صورت و ظاهر محمود احمدی نژاد. اما قبلش ازتون میخوام اگه طرفدار موضوعات حاشیه‌ای هستید حتما صفحه ما رو سابسکرایب بکنید و برای اینکه از ویدیو جدیدمون باخبر بشید حتما علامت زنگوله رو بزنید. با دیدن قیافه جدید محمود احمدی نژاد همه پراشون ریخته. ایشون که تا چند وقت پیش قیافش پر از چین و چروک بود، حالا با قیافه باد کرده و صورتی کبود بین مردم ظاهر شده. این تغییر چهره باعث شده که بسیاری از مردم جویای علتش باشن. آیا احمدی نژاد از روش‌های زیبایی مدرن استفاده کرده؟ آیا او از بیماری خاصی رنج میبره یا اینکه این تغییر چهره یک استراتژی جدید سیاسی برای بازگشت مجدد به عرصه قدرت و انتخابات هستش؟ توی این ویدیو میخوام با شما در مورد این موضوع بیشتر بحث کنم و نظرات مختلفی رو هم مطرح کنم. البته من هیچ ادعایی هم در مورد این نظرات ندارم، فقط قصدم اینه که اطلاعات مختلفو که تو سایت های مختلف هستش رو بررسی کنم. اولین نظری که در مورد تغییر چهره احمدی نژاد مطرح شده اینه که ایشون از طریق تزریق ژل و بوتاکس برای جوان‌تر شدن خودش استفاده کرد. این نظر رو برخی از رسانه‌ها و وبسایت های خبری ایرانی مثل خبر آنلاین و تابناک اعلام کردند. اونها با اشاره به تصاویر قبل و بعد از تغییر چهره محمود احمدی نژاد مدعی شدن که آثار تزریق ژل و بوتاکس تو چهره اون کاملا قابل مشاهده است. اونها همچنین به این نکته اشاره کردن که احمدی نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری خودش هم نیز از این روش استفاده کرده. اما این نظرها چقدر قابل اعتماده؟ آیا احمدی نژاد واقعا برای جوان‌تر شدنش از تزریق ژل و بوتاکس استفاده کرد؟ جواب این سوالو باید متخصصای پوست و مویی که این ویدیو رو میبینن برامون بنویسن و بگن دلیلش چی بوده. آیا واقعا ژل تزریق کرده ایشون؟ اما بعضی از متخصصان میگن که تزریق ژل و بوتاکس یک روش موقت و مؤثر برای حذف چین و چروک‌های صورت هستش، اما این روش همراه با محدودیت و عوارضی هستش. برای مثال این روش ممکنه باعث ورم، کبودی، عفونت، حساسیت و حتی فلج عضلات صورت بشه. و همچنین تاکید کردن که این روش نیاز به تکرار داره و اثر اون بعد از چند ماه از بین میره. پس اگه محمود احمدی نژاد از این روش استفاده کرده باشه، باید هر چند ماه یک بار به پزشک مراجعه بکنه و تزریق ژل و بوتاکس رو دوباره تکرار بکنه. تکرار میکنه دیگه، مثل اون روحانی بود و تکرار، نه روحانی نبودش، مثل اون بنده خدا خاتمی بودش که میگه تکرار میکنم، همه باید رأی بدید، تکرار میکنم. خلاصه اینجوریه دیگه، فقط به فکر خودشونن اینا، اصلا فکر مردم نیست. دوستان عزیزی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودن، میتونید با لایک ها و کامنتاتون از ما حمایت بکنید و به من انگیزه بدین. دنبال کار بودم، کار پیدا نکردم، لایک کنید من دیدشم به درآمد برسم. دروغم ندارم با سوسنی بتونید این علامت بیاخ این پایین رو بزنید، لایک میکنید و از من حمایت میکنید. اینجوری یه جوونم حمایت کردید و بهش انگیزه دادید تا ویدیوی بهتر و با کیفیت تر تولید کنید. دمتون گرم همگی. از این ویدیو لطفاً حمایت بکنید اگه ممکنه. اما بریم سراغ ادامه ویدیو. دومین نظری که در مورد تغییر چهره محمود احمدی نژاد مطرح شده اینه که ایشون به بیماری لوپوس مبتلا شده. لوپوس یه بیماری التهابی هستش که باعث میشه سیستم دفاعی بدن به اشتباه بافتای خودش حمله کنه. لامصب بیماریاشون هم با کلاس. ما بی پول نپولا باشیم، بیماری که میگیریم اسهال میشیم. فقط اینا که پول دارن مایه دارن بیماری مثل MS میگیرن، مثل اسمشون هم با کلاسه. ما بیماری میگیریم اسهال میشیم. بیماری لوپوس میتونه باعث التهاب و آسیب به بسیاری از اعضای بدن مانند پوست، مفاصل، کلیه ها، قلب، مغز و خون بشه. یکی از علائم شایع این بیماری تغییر رنگ پوست در قسمت های مختلف صورت هستش. باید بالاخره تو اون کارهایی که کردن ایشون یه جایی پس بدن دیگه. میدونید چرا؟ چون تمام این اختلاسات، تمام این اتفاقایی که داره میفته
استارتش از همین دوره آقای احمدی نژاد بود. الان الکی قیافه حق به جانب میگیره و همینیه که خیلی کثافتکاری تو زمان ایشون انجام شد. اما دوست دارم نظر شما رو هم در این رابطه بدونم که شما موافق آقای احمدی نژاد هستید یا مخالف هستید، موافق سیاستش بودید یا مخالفش بودید. اما بریم سراغ ادامه ویدیو. این تغییر رنگ معمولا به شکل یک پروانه یا یک پلکانی در بین گونه ها بینی دیده میشه. برخی از رسانه‌ها از جمله وبسایت تبیان که متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی است، علت این تغییر چهره احمدی نژاد رو بیماری لوپوس عنوان کرده. اما این نظر چقدر معتبره؟ این جوابم باید دکترها و متخصصای پوست بهمون بگن که ممنون میشم برامون زیر همین ویدیو برسید. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو ازتون میخوام یه سوال چالشی بپرسم. به نظرتون احمدی نژاد خوشگل‌تر بوده یا حسن روحانی؟ به خدا قسم فقط میخوام ازتون کامنت بکشم، یعنی هیچ قصد و غرض دیگه ای ندارم، فقط میخوام از همتون کامنت بکشم. اما سومین نظری که در مورد این تغییر چهره، یعنی تغییر چهره محمود احمدی نژاد مطرح شده اینه که ایشون عمل جراحی پلک انجام داده. این نظر رو محمد رضا سرو دلیر، یکی از همراههای احمدی نژاد، تو حساب اینستاگرامی خودش اعلام کرده. ایشون نوشته که کبودی زیر چشم که برخی از دوستان رو نگران کرده، من که نگران نکردم، دوستانم شما رو نگران کردن یا نه؟ ایشون گفته برخی دوستان نگران به خاطر عمل جراحی پلک است. اصلا جای نگرانی نداره، نگران نباشید، هیچ کدوم نگران نباشید، ایشون هیچ چیش نمیشه. ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. میتونید با لایک و کامنتاتون از یک جوون حمایت بکنید که به درآمدی هرچند کم حالا هر چی برسه و یه ایده جدید تو ذهنش ایجاد بشه. هر جا که هستید موفق، سربلند، کامیاب و پیروز باشید. خدا یار و نگهدار.